از نبرد حیدر کرار با پادشاه جنیان و مسلمان کردن آنها تا حضور جعفر جنی در واقعه کربلا. ماجرای حضور لشکر اجنه در عاشورا چیست؟ چرا امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا به جعفر جنی اجازه جنگیدن نداد؟ داستان عجیب جعفر جنی در کربلا. هنگامی که واقعه کربلا در حال وقوع بود، جعفر جنی که پادشاه شیعیان جن بود، در بیابان بئر ذات العلم برای خود مجلس عروسی برپا کرده و بزرگان طوایف جن را دعوت نموده بود. در همین حال ناگهان متوجه شد از زیر تختش صدای گریه و زاری می آید. جعفر گفت: کیست که در وقت شادی من گریه می کند؟ سلام به همراهان عزیز. ما در این ویدیو به داستان جعفر جنی در کربلا و نبرد امام با پدر جعفر جنی و مسلمان کردن آنها میپردازیم. قبل از تماشای ویدیو کانال ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافیست این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با من همراه باشید. از ماجرای مسلمان شدن جنها در بئر ذات العلم توسط امام علی 40 سال میگذشت. جعفر جنی در بئر العلم بساط نشاط گسترده و مجلس عروسی برای خود فراهم آورده بود و سلاطین جن و پری را دعوت کرده. ناگاه شنید از زیر تختش صدای گریه می آید. گریه کننده ها 2 نفر از جنیان بودند که بسیار سوزناک می گریستند. جعفر گفت: این چه وقت گریه است در هنگام سرور و نشاط من؟ شما چرا گریه می کنید؟ گفتند: ای امیر، چون تو ما را مأمور کردی که به جهت امری به شهری برویم، موقع رفتن عبور ما به فرات افتاد که عربها آن را نینوا می‌خوانند. دیدیم در آن صحرا لشکریان بسیاری بود. برای اطلاع وارد بیابان شدیم. دیدیم در میان معرکه و میدان جنگ حسین ابن علی پسر آن بزرگواری که ما را مسلمان کرده یکه و تنها ایستاده است. تمام یاران و انصارش کشته شده و خود آن حضرت به نیزه بی کسی تکیه نموده، دم به دم نظر به راست و چپ میاندازد و گاهی می‌فرماید: آیا هست یاری کننده ای که مرا یاری کند؟ همچنین شنیدیم که اهل بیت و عیال آن حضرت صدای العطش به آسمان بلند کرده بودند. چون این واقعه را دیدیم، هرچه زودتر خود را به بئر العلم رساندیم تا تو را از ماجرا با خبر سازیم. اگر ادعای مسلمانی می کنی، قد مردانگی علم کن که الان پسر پیامبر را نامسلمانان می کشند. جعفر جنی تا این سخنان را شنید محزون گشت. تاج شاهی را بر زمین زد، لباس دامادی را از تنش درآورد و لباس جنگ پوشید. طوایف جن را با حربه های آتشی برداشت از بئر العلم روی به کربلا آورد. جعفر نقل کرده: وقتی وارد زمین کربلا شدم، لشکر 4 فرسخ تا 4 فرسخ را گرفته بود. از زمین تا آسمان صفهایی از اجنه و ملائکه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، هر یکی با چندین هزار ملائکه از لشکریانشان منتظر گرفتن اجازه از حضرت بودند. به علاوه ارواح 124,000 پیامبر از آدم تا خاتم همه صف کشیده مات و متحیر مانده بودند. تمامی موجودات عالم در کربلا بودند. چه کربلا و چه غوغایی! خاتم پیامبران آغوش خود را گشوده و به امام حسین علیه السلام می‌فرمود: پسرم عجله کن، به راستی که مشتاق تو هستم. امام حسین یکه و تنها در میان میدان با زخم‌ها و جراحات فراوان، پیشانی شکسته، با سری مجروح، با سینه‌ای سوزان و با دیده‌ای گریان ایستاده بود و در هر نفسی که می‌کشید از حلقه‌های زره خون می‌چکید، اما اصلاً توجهی به هیچ کدام از آن فرشتگان نمی‌کرد. به من هم کسی اجازه نمیداد تا خدمت حضرت برسم. همانطور که نظاره می‌کردم و در کار آن حضرت حیران بودم، ناگاه دیدم آقا سر غریبی از نیزه بی کسی بلند کرد. از گوشه چشم نظری به من افکند، اشاره فرمود: جعفر بیا. دیدم همه ملائکه متوجه من شدند. من لشکر خود را عقب نهاده خودم به حضور آن حضرت رفته و رکاب بوسیدم. فرمود: کجا بودی؟ عرض کردم: قربانش شوم. در بئر العلم مجلس عروسی داشتم. به من خبر رسید بدون درنگ با 36,000 جن به یاری شما آمدم. حضرت فرمود: جعفر زحمت کشیدی، خدا و پیامبر از تو راضی باشد. خدمت تو مورد قبول درگاه حق باشد. هرچه اصرار کردم اجازه نداد و فرمود: شما آنها را میبینید اما آنها شما را نمیبینند. این کار از مروت به دور است. عرض کردم: ما هم به صورت انسان ظاهر میشویم. اگر کشته شدیم شهید میشویم. فرمودند:
گفتند ظفر، من از زندگی دنیا دل آزرده هستم. این خواست خداست و ما باید به لقای حضرت دوست برسیم. اگر من در جای خود بمانم، خداوند به وسیله چه کسی این مردم را مورد امتحان قرار دهد و از کردار زشتشان آگاه سازد. به امر آن حضرت مایوسانه برگشتم. وقتی به محل خود رسیدیم، بساط شادی را جمع کرده و اسباب عزا را فراهم کردیم. مادرم به من گفت پسرم چه می‌کنی؟ کجا رفته بودی که این چنین ناراحت برگشته ای؟ گفتم مادر، پسر آن بزرگواری که ما را مسلمان کرد اینک در کربلا یکه و تنها در مقابل لشکری عظیم از کوفیان است. من رفتم تا یاریش کنم، اما آن حضرت اجازه نفرمود و چون امر امام واجب بود بازگشتم. مادرم وقتی این سخنان را شنید بر سر و صورت خود زد و گفت ای فرزند، تو را عاق می‌کنم. من فردای قیامت در جواب مادرش حضرت فاطمه زهرا چه بگویم؟ ظفر گفت مادر، خیلی آرزو داشتم تا جانم را فدای آن حضرت کنم، ولی ایشان اجازه نفرمود. مادرم گفت بیا برویم، من همراهت میآیم و از امام اجازه جهاد میگیرم. مادرم جلو و من و لشکریانم از پشت سرش دوباره به سوی کربلا حرکت کردیم و هنگامی که به آنجا رسیدیم از لشکریان کفار صدای تکبیر شنیدیم و چون نگاه کردیم دیدیم که سر مبارک و درخشان آقا امام حسین علیه السلام بالای نیزه است و دود آتش از خیمه های حرم بلند است. مادرم خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و اجازه خواست تا با دشمنان آنان بجنگد، ولی آن حضرت اجازه نداد و فرمود در این سفر همراه ما باشید و در شبها اطفال ما را مواظبت کنید تا از بالای شتران بر زمین نخورند. جنیان اطاعت کردند و تا سرزمینشان با اسیران بودند تا اینکه حضرت سجاد آنها را مرخص فرمود. سالهای زیادی از واقعه کربلا گذشته بود تا روزی در مجلس عزاداری امام حسین عده‌ای از اولیا جمع بودند که ناگهان صدایی بلند شد که می گفت ای وای، ظفر جنی فوت شد. ولی کسی دیده نمی شد. سکوت مجلس را فرا گرفت و این بار صدای شیون و زجه از چند نفر به گوش رسید. بعد با صدای متعارف گفته شد برای ظفر جنی فاتحه بخوانید و مجلس فاتحه برپا سازید، چرا که او بر گردن جن و انس حق دارد. فوت ظفر در زمان حیات آیت الله بروجردی بود و پس از آن که علما از فوت ظفر اطلاع پیدا کردند، مجالس عزا و ختم برای آن شخصیت بزرگ برپا نمودند. بعضی از شهرها و روستاهای ایران مجالس ختم قرآن و عزا برای ظفر جنی برپا نمودند. خیلی از دوستان فکر میکنن از ظفر جنی که اصولا جن هستند عکسی وجود دارد، ولی نه از ظفر جنی و نه از هیچ جن دیگری عکسی موجود نمی باشد، چون ماهیت دیده شدن ندارند. آیا ظفر جنی واقعیت دارد؟ اصل وجود شخصیتی به نام ظفر جنی در کتب معتبر اولیه ذکر نشده است، اما ملاقات امام حسین با جنیان و اعلام آمادگی آنان برای یاری امام در برخی از کتب روایی آمده است. مانند شیخ مفید به سند خود از امام صادق این نکته را نقل کرده است. زمانی که امام حسین از مدینه حرکت کرد، گروهی از ملائکه برای پیشنهاد کمک خدمت آن حضرت آمدند و گروه‌هایی از مسلمانان و شیعیان جن هم برای کمک آمدند، اما حضرت در پاسخ جنیان فرمودند خدا به شما جزای خیر دهد، من مسئول کار خود هستم و محل و زمان قتل من نیز مشخص است. روایت دیگری از وجود ظفر جنی توسط شیخ مفید به سند خود از امام جعفر صادق در بهارالانوار این نکته را نقل کرده است. خب دوستان، رسیدیم به انتهای این ویدیو. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتون.